سلام دوستان، امروز آموزش این کاچای خوشگل رو داریم. درست کردنش خیلی ساده و آسونه. امیدوارم که شما درست کنید و ازش لذت ببرید. خب برای درست کردنش به 2 رنگ کانوا، قلاب شماره 3.5، قیچی، سوزن و 4 تا مهر با رنگ دلخواه احتیاج داریم. خب برای درست کردن این کاج ما به 62 تا زنجیره احتیاج داریم. نخ رو داخل قلاب میندازیم با یک گره سفتش میکنیم و شروع میکنیم به زنجیره زدن. همونطور که گفتم 62 تا زنجیره احتیاج داریم. خب دوستان، من 62 تا زنجیره رو زدم. حالا باید از زنجیره سوم، یعنی 1 2 نه سومی، از داخل سومی باید یک پایه متوسط ببافم. یعنی نخ رو دور قلاب میپیچم و وارد پایه سوم میشم. یک نخ میگیرم و حالا نخ رو از 3 زنجیره که روی قلابم هست عبور میدم. دوباره در پایه بعدی همین رو تکرار میکنم. همینطور در پایه بعد و تا انتهای رج ما باید همین حرکت رو تکرار کنیم. خب دوستان، رسیدیم به انتهای رج. من تا انتها پایه متوسط بافتم. حالا نخ رو باید ببریم و بکشیم که به این شکل نخ محکم بشه. حالا با یک سوزن باید نخ‌ها رو پنهان کنیم داخل کار. ببینید نخ رو داخل سوزن می‌کنیم و از زیر کار، جوری که مشخص نباشه، نخ رو باید پنهون کنیم. میکشیم و تا انتها قیچی می‌کنیم. نخ دوم رو هم به همین شکل باید مخفی کنیم. خب من هر 2 نخ رو همونطور که ملاحظه می‌کنید مخفی کردم. خب حالا باید این رو طوری کنار هم بپیچیم که 7 تا لایه تشکیل بده. نکنید 1 2 3 4 5 6 و 7 به این شکل، به شکل یک کاج. برای اینکه کارمون ثابت واسه، بله 7 تا لایه داره. برای اینکه کارمون ثابت شه میتونیم از یک سوزن یا خلال دندون هم میتونید استفاده کنید. کار رو فیکس کنید تا بریم برای ادامه کار. نخ رنگ دوممون رو میاریم. هر نخی که میخوایم باهاش مهره ها رو داخل کاج فیکس کنیم بستگی به سلیقتون داره. من از رنگ کرم استفاده کردم. نخ و سوزن رو آماده میکنیم. نخ رو میبریم. لازم به گره نیست، این کار به گره احتیاجی نداره. مهره ها رو میاریم. به 4 تا مهره احتیاج داریم. از زیر کار سوزن رو وارد میکنیم. سوزنی که برای فیکس کردن گذاشته بودیم و خارج میکنیم. از زیر کار 2 تا لایه از نخی که داشتیم رو میگیریم و یک مهره فیکس میکنیم. همینطور 2 لایه بعد یک مهره کار میذاریم. حالا لایه سوم رو میذاریم، یعنی یک لایه. برای مهره سوم فقط یک لایه از کاجمون برمیداریم، مهره میذاریم و یک لایه دیگه از کاج و یک مهره دیگه که مهره آخرمون هست رو میذاریم و لایه آخر کاج رو نزدیک به لبه وارد سوزن میکنیم. حالا سوزن رو میکشیم تا جایی که یک مقدار نخ باقی بمونه از انتها. به این شکل
و سوزن رو برای بار دوم از بالا با کمی فاصله وارد میکنیم و از تک تک مهره ها عبور میدیم و با کمی فاصله از نخ ابتدایی نخ رو میکشیم. یک مقدار از نخ رو برای اینکه کارمون به طور آویز بتونیم ازش استفاده کنیم، یک مقدار از نخ رو میگذاریم که بالای کار بمونه. نخ رو قیچی میکنیم و یک گره هم در پایین کار میزنیم. حالا بلندی نخ بستگی به سلیقتون داره، میتونید بلندتر کوتاه‌تر بذارید یا در نخ پایینی هم مهره کار کنید. حالا اون دیگه کاملا به سلیقه شخصیتون بستگی داره. من اینجا یک مقدار دیگه کوتاهش کردم، یک مقدار به نظرم بلند بود و به این شکل کاجمون آماده است. این هم رنگ های دیگه ای که من قبلا درست کردم. خیلی خیلی کار بامزه و جذابیه، هم به عنوان هدیه، هم به عنوان آویز دیوار و هم به عنوان جا کلیدی میتونید ازش استفاده کنید و لذت ببرید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره.